ولی تو شهر رشته، ولی اصلا من در غصه این میمیرم. همش اصلا یه حرفایی میزنه اصلا که قشنگ فکر بکنیم تو گیله کنیم. مامان به چیه؟ این کل کرده دیگه، این کل کرده. حالا به زبان شما این جوانه داشت سعی کن این کلا رو پس تو داری مامان دل میری مامان میری. من قد جان نمتنی آقا من تیچ چون منی بمیرم او تو نکنی من بمیرم آقا جان تو نکنی من بمیرم کردشی بابا بچه ها تونه که به زبان گیلکی میشه تومان میشه شلوار کوتاه. اون میز جلو مبلیتونه که شما نمیخواستیم من میخواستم ببرم خیلی پرروه. هنوز اینجا هست. ستاره من با اینو ببر. من گفتم عادل آینمو که درست که وانت که داره از انزلی میاد رش اونم با خود دادم بزنی عادل جان بیاری. وانتی چقدر میگیره به نظرت؟ خیلی. سلام بچه های گل، روزها جمعتون بخیر باشه. سیمین هستم از انزلی، مشغول جابجا به خونه مامان. ستاره جون اومده برای چی عادل؟ نمیدونم والا چی. ستاره برای چی اومدی خونه ما؟ بیا اینجا بچه ها ببینم من چه زحمت اینجا دارم میکشم. بیا چطوری؟ اومدیم خونه مامان میخوایم آموزش بگیریم یا آموزش با بادمجون که اکثرا گفتین که دوست داری. بعد این ذلیل مرده اومده خودش اینجا به نمایش بچه‌ها به خدا از صبح دارم اینجا کار میکنم. اینا تازه اومدن ساعت 10 اومده. از رشت اومدم دیگه، از رشت تا بیا میشه 10 دیگه. من باشه ساعتم بیدار شدم. 10 اومده صبحونه‌ش هم خورده آروم الکی هم واسه این که داری ویدیو میگیری. عادل داره ویدیو میگیره الکی اومده تو دروغگو فگور دسته بیمیره. یعنی معنیش اینه که دروغگو بگیره. من دروغ میگم. بچه‌ها عادل جان آینم چی شد؟ هفته بیت فکرم گفتم اگه قسط 4 بدی من شروع میکنم برم. پولکی شدی عادل، تو پولکی نبودی. این وضعیت دیگه بابا اینجوری کرده. من آقا 4000 تومان قسط 4 هفته رو پیش الان برات کارت به کارت میدم. نه ما حساب میکنیم. نه آخه دیگه الان پول وجود نداره دیگه، همه کارت به کارت. همون ارزش اون چیز به نقده. الان ما رفتیم کار داریم نقد پول گرفتیم. آره. مامان پول داری 4000 تومان؟ داره جان خدایی بچه ها ببین خدایی این خیلی زحمت کشه، خیلی زرنگه. خب بله ماما این بچه منو درک میدونه وضعم خوب نیست. من جلوی همین مردم صدای منو شنیدن. کمک های مردم الان بگم من همه دون نیازمند به یاری سبتان هستیم. بچه ها شما تو این کامنتات بگید بچه ها به دست بیار این بچه میگن اینقدر تو این زمین مرده بازی در میاری اونا همش میگن ما عاشق سیمینیم. خیلی باحاله. بعد اینکه بچه ها ولی خیلی زرنگه. میخواد قاب آینه ای که شوهر من زحمت کشیده یه هفته تلاش کرده اونو درست کرده واسه این قسطی ماهی چند؟ نه هفته 1000 تومان. هفته 1000 تومان. پول آینه چقدره؟ خیلی زیاد فکر کنم 500 خورده. تا سرم زنده است قسط میدم دیگه. بچه آقا جان من با کیسه جاروبرقی برام. بابا بابا رو بگیر عادل. بابا من چقدر اینجا کار میکنم؟ تو خیلی خوب تو اشینا اونجا چرا گول دینی ای اون جا کنی ناچار تیپیزه هر میزنه. آقا جان من همه زحمت کشم. من قد می جان نمتنی آقا من تیچ چون منی بمیرم او تو نکنی من بمیرم آقا جان تو نکنی من بمیرم کردشی. بچه ها تونه که به زبان گیلکی میشه تومان میشه شلوار کوتاه. لایک داره بابا، لایک داره. واقعا بابا لایک داره. من برم به ادامه کارم تا بعد. پسر قشنگم مریض شده مادر قربونش بره هیچی نمیخوره. بودی جان مادر جان تو قربون، مادر مریض جان تو قربون. زنتو قش کنه. خب اینجا ما آقا عادل رو داریم.
داری چی کار میکنی آقا عادل؟ زغال باد میده. برای چی؟ برای باده میده. خب اولین مرحله اون پیش غذایی که ما داریم درست میکنیم، یعنی مخلفات غذای من قبلا آموزش دادم ولی الان گفتم یک کم بهترش کنم و آموزشش رو با سیمین و مامان ببینیم. اول از همه نیاز داریم به زغال. میتونید روی گازم بادمجون رو کبابی کنید ولی زغال یه چیز دیگه است. بابا رفته محله خودشون دم دستگاهاشو اینجا گذاشته که عادل زغال رو آماده کنه. چپ چپی نگاه میکنی؟ کدام کنم؟ بچه‌م مریضه، مادر قربونش. خسته است. ولی قوی. آره پسرم قویه، خوب میشه بابا جان. خب بچه ها جون زغال آماده شد. گل خاردار زیر پای منه نمیذاره من از وسط کار ببین من کارش اینجا تموم شد. نه نصف کار مونده. من انقدر فعال بالا میدوام پایین میدوام بالا میرم پایین میرم، شما فقط در فکر غذا درست کردن. خب ولی اگه توری داشته باشیم بذارین که عالی میشه. این توری این توری این زندان میمونه. خب بادمجون ها قشنگ شستم. سعی کنید بادمجون بیدونه باشه. وای خار داره به خدا. اگه باریک باشه زودتر میپزه. میتونید با چاقو ببینید وسطش رو اینجوری ببرید. چرا میباری؟ که قشنگ پخته میشه دیگه. آره بده من. اینو بعد اینجوری میذاریم. من از این کارا بلد نیستم. ما اینو ستاره آماده بلد. کنیم. مامانم بالا داره وسایلا رو آماده میکنه که اینو کبابی هوا کنیم. عالیه، آفتاب اصلا ما رو میسوجونه. بعدن اکرم جونم پیشنهاد داد حالا که امروز هوا خوبه بیاین تو حیاط اینو کبابی کنیم. رو گاز دیگه نذارید. ما هم گفتیم باشه. ما همیشه به حرف دیگران اهمیت میدیم. آره خونه باباجیه اکرم. انقدر این بادمجونا خوبه. وای دستمو نبریدی یا نبریدی یا نبریدن تو کشیدی خواهر من. خب اینم بذار بچه زغال اینوری بزن دیگه. چی؟ اینوری ببین اینجوری بگیره یا دیگه. عادل جان تو اون سمت این سمت ما داریم میسوجیم. ببینید اینو اینجوری زیر و رو کنید که همه طرفش بپزه. بعدم قشنگ که پخت پوست میکنید. بچه‌ها اینجایی که الان من نشستم اینجا باغ بابامه. دیده بودم بابا اینجا من. محصولات الان هیچی نداره البته. و سیمی خیلی اصرار داشت که عادل از اون زاویه بگیره که این که باغ مزرعه پدرم حالا بگم باغ گفتی مزرعه پدرم بیفته. حالا سه چی دیگه ما همینجوره فعالیم. اینو باید باد بزنیم دیگه. تو بخوای بیار من بزنم که بگی تو همه کارش. آره من بدبختش با من بیبرم من. تا حالا کباب باد نزده بودم ها. کباب خودم کبابیش میکنم آره دیگه. بفرمایید. دلم کباب خواست. گفتی کباب. اینجوری زودتر آماده میشه. من نگاه کن اون میز جلو مبلیتونه که شما نمیخواستیم من میخواستم خیلی ببرم. پرروه. هنوز اینجا هست. ستاره من اینو ببر. من گفتم عادل آینه‌مو که درست که وانت که داره از انزلی میاد رش اونم با خود دادم بزنی عادل جان بیاری. وانتی چقدر میگیره به نظرت؟ اونم قصی حساب میکنه دیگه. اون همه رو عادل جمع میبنده. کروان پای مشتری. وای مشتریه. از چی؟ نه خود چیز فکرم تارش 300 تومن میگیرن. واقعا؟ ولی زیاد میگن. خب من میگم با ماشین خودم نمیتونم ببرم. اگه میتونستی که میبردی. بچه چرا به فکر کنم بشه. باربند بزن دیگه عادل باربند بزن. باربند ندارم. زنجیر چرخ چی؟ ولی فکر کنم تو ماشین سیمین جا بشه. چرا؟ صندوقتو بدی بالا از اون تم میاد تا جلو. بعد اگه وقت من توی سرعت گیر نرم یه از هم بر بره. این قسمت دیگه عادل بیاد انجام بده. ببین چی دارم درست میکنم بچه ها. این دست همه کار رو این دست میکنه. مردم با پاشون کار میکنن. نه منظورم اینه مثلا من فعال. آره زغال بنده خدا عادل درست کرد. عادل بیا ببین تا کجا این زغاله چیزه. بور شده بور. نگفتم. فعلا خوبه. خوبه عادل اصلا متخصص زغاله.
که انشالله بیایم خونتون این دسری پسری. دوست داشتم درست کنم. فندق اینجوری بود اصلا. فندق هم مریض گفتیم آره. بچه‌ها میدونن. آره الان گفتم. خوابی درست منم این پشتم میتونی من برای دکتر. سلام بچه‌ها چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم خونه مامان. قراره بهتون آموزش کال کباب بدیم. حالا مامان صحبت کنه. سلام علیکم، حال شما خوب هستیم؟ میفرزید زیاد خواب نی ولی مرا ببخشید. بعدن امروز قایم کلکباب و صداره آموزش بده و صداره خودش از می بهتر دنه ولی با اون حال ایت می روش قایم من یاد بدم. بعدن صداره ایم که الان چند دنی حال بگفتی یعنی فندق مریض دعا بگنید این فندق خیلی خوب بیبه پناه بر خدا پناه بر عبرده یعنی وابسته این قصه داره وابسته به خود فندق اونقدر وابسته به اونم وابان نیه ولی شما دعا بگنید یعنی فندق حال خوب بیبه پناه بر خدا. کباب اول سیمین سلام علیکم. آره سیمین آره دیدم. سلام بچه‌ها. من یه سلام اول کردم. انشالله که از این مزه غذا میشه کله کباب درسته. آره. از این مزه غذا ببینید و درست کنید و لذت ببرید. چون اینا تنهایی نمیتونستن. من به عنوان این کسی که سرپرستی من تمام درسته من بچه وسط خانواده اما نظرها با منه. اینا هیچ کاری بدون نظر من انجام میده. اینا واقعا نظرم میپیله دختر پیله پسره. امی وکیلی بیسی. امی وکیلی بیسی. وکیل وسی یعنی چی؟ شما میدید وکالت خودش کار خیلی مهمیه. ما جان دست در نکنه. مثلا وکیل اینا. یعنی من تو فضول چه خانواده مؤدبانه میشه وکیل وسی. خب بچه‌ها همونطور که دیدید کبابیش کردم. من دارم پوست میکنم. مامان حالا بگی چه چیزایی چه سبزیاییه؟ کل کباب ما خلیواش چوچاق سبزی محلی گیلان سبزی محلی گیلان چوچاق خلیواش بنانه این قشنگ میسابیم گردوی میسابیم سیرم هست سیر چند یه بوته سیرم خورد میکنیم میسابیم بعد گردوی آب انار یه حاله رب انار هیچ فرقی نمیکنه ولی خوشمزه که میکنه آب انار خوشمزه. عادل جون لطفاً یه دونه بیا نزدیک ماما هم چوچاقو بهشون دوباره نشون بده. خیلی‌ها دوست داشتن بوتش حالا اینجوری این چوچاقه این چوچاقه این چوچاقه آره اینا نگاه کن این چوچاقه. من تو بیکار نشی زیتون نداره. زیتون کجاست؟ میگم زیتون. اینم نعنای نه خلیواشه آره خلیواشه. نعنا خشک نعنا حواسم نبود خشکیشو می‌خوایم بگیریم ولی تازه باشه خیلی بهتره. آره این مزش تازه بهتره ولی چون حالا ستاره یادش رفت خلیواش اوجره نعنای خشک آورده. آره این ولی این نه خلیواشه. آره این نه ببخشید این چوچاقه این چوچاقه اینم خلیواشه. این ریزیده خلیواشه خوبی داره ولی خیلی خوش عطره خدایی خیلی مصلحت خدا رو ببینم خیلی خوش عطره. الان من اینو میسابم. خب شما بسید چون سبزی رو میخواد با نمیار آره داره یکم نمک یه ذره که کل کرده. خب کل یعنی جوانه زد. این دختر من تو داد شوهر کرده اصلا تو داد نیست ولی تو شهر رشته ولی اصلا من داره از غصه این میمیرم همش اصلا یه حرفایی میزنه اصلا که قشنگ فکر بکنیم تو گیله کنیم. مامان چیه؟ این کل کرده دیگه این کل کرده حالا به زبان شما این جوانه زد سعی کن این کلا رو پس تو داری مامان دق میدی مامان من دارم آخه میدونی اینا خیلی منو دق دادن عادل جان اون زمانی که من فارسی میگفتم اینا با من گیلکی میگفتن. خب بچه‌ها از اونجایی که گفتیم چیزایی که بادمجون داره رو بیشتر آموزش بذاریم گفتیم که این مزه خوشمزه گیلان رو آموزش بدیم. چقدر عطرش کاش میتونستم این عطر رو براتون بفرستم تو ویدیو خیلی خوش عطره. سید خانم جات خالیه سید خانم. آره سید خانم اون روز که پیامتون رو خوندم اومدم به مامان گفتم میگم مامان شما میگی قابل نداره. خب اون بنده خدا دستش که کوتاه از اینجا که این که به دستش نمیرسه. انشالله که بتونی سعید خانم بیاین بعد مامان براتون اینجوری درست کنه. سعید خانم این استان ندارم وگرنه یه ذره دلم خوش بود برای شما یه ذره پیامیان میدادم ولی الان با خدا نه
اصلا اصلا خودم رویش خیلی چیزه بچه وایسای هم که نداره. وایسا ندارم وایسا خدا کنه وایسا بیاد خدا کنه اینستا بیاد وایسا کجا بیاد ماما بیاد دیگه هم الان قطعه بیاد. غطه مثل درست بشه ماما این سیر بسته نه همه را درست کن ما سیر دوست داریم. باش سیر مزیم نکن ولی کلاشو کندی کلاشو کندم بعد کلاشو اون کلاشو میتونی از دست کل نیست خانم جوانی نه این خودش حرف نیست نمیده شما جدی نگیرید. بچه من آشار فرانسه این خونم والا اینا خدایی برای من خیلی زحمت میکشه ولی خواه دیگه خودش فضول هم- خونی مایم هست اینجور من کارا نباشم رو- اینا چی میخوام بکنم بدون نه من اینجور کارا رو میکنه دل و چیز به قول اکرم دل اینا رو میبره هر چی میخواد دیگه ماما اینا براش اینجوری میریزن به پاش. وسعم زعیم بالا بابا بچه ها اینا آخم از ما میپرسه شام چی داریم نه بابا شاید ما یه چیزی نداریم امشب میخوام خالی بخوابیم خالی شکم بخوابیم این میگه نه تو شام چی من داریم به میخوام من بدونم بگو که اگه چیزی ندارم من سریع برسونم خودم براشون یه چیزی درست کنم آره من چیکار میکنم اگه هیچی ندارم بهش میگم چرا دارم همه چی دارم میخورم گردو تست کنم آره خواهد بگو تو تست استر کنی. ما من دیگه گردو تو دیروز تست کنی خوابی دیروز نه چند روز پیش از رشت گرفتم اصلا به درد نمیخورد خداییش آخ سنیا صدق از این بوی محلیه نه محلی خوبه شکوندنش بعد خرابم بود زیاد آه، خب. محلیه که خوب نبود روغن داره روغن افزونجی نخوابه آره دیگه. خوردنی زیاد نه اه. والا اونجوری هم داشتم من بگم این برای این بهتره آورده نه فکر کنم ان گردوی بمانسیه مثلا این ساله نیه والا تازه گردو نیه وگرنه تازه گردو یه مزید حالا دیگه تستر ببینه چجوری خانم اسلام عالیه. دیده بوده خیلی بعضی خوشمزه بود خوبه ولی بعضی گردوها خیلی طعمش خوبه گردوی اونجوری داشتم پسر بزرگ خانم اسلام پرست گرفته بود خیلی خوش بود گردو ریز بود ولی خوشمزه بود میشه هم مخصوص کنیم تمام بشه ما شاید یه دونه حالا بد بود و خوردی نه بگم چند مدل بود آره تو هم میخواید چی میمیست روزی تنت بیره بزن آرام حتی نه اوجب نو میخوای اینجوری بذارم اینجوری تو رو اذیت میکنم گردوی مریم فقط خیلی خوشمزه است چی؟ گردوی درخت مریم اینا اونا خیلی بعضی درخت‌ها خوشمزه است. خیلی عالیه مامان میخواست اینجوری چیز کنه وگرنه با مولینکس هم میشه بچه‌ها نه. اینجوری دستت ما چون باغ این باید گردو نمک داریم. زیاد داشته باشه من نمک گردوی نمیریزم باغ ما یه ذره خیلی بیشتر خوبه. بریز اینو دیگه نمک نمیزنید بیا ماما. داره گردوی باغ ما هم خیلی خوبه داری مگه در شهر مینا که داره اه تیماره برهانا آفرین الله الکی باغ دیگه آره نه به خود تو باغشون دارم ولی نه اونقدر ولی گردو دارم اونم خیلی خوبه بچه اینو واسه یه چیز دیگه بگم عادل وقتی اینو اینجا میبرین که مامان این کونش اینقدر مزه داره مزه سرشه کونه نه. یعنی سرش اینقدر مزه داره قدیما مامان که میخواست ما چون مقدار خیلی زیاد میرزا قاسمی مثلا خیلی زیاد میخوردیم مامان کلی میخرید مثلا کبابی میکرد تو یه روز بعد دیگه همه رو مثلا فریزر میذاشت بعد این قسمتاشو میکند بعد ما عاشق این بودیم که این به ما ما عاشق این کونه های این بودیم نمک بزنی بخوری خیلی خوشمزه خیلی حال اصلا میده بعدم جون مزه داره خب جای اکرم اینجا خالی جای امیر و محمده من جای همه رو پر میکنم برات دیگه خود ناراحت نکن دیگه حسید نباید باشی آره هر گلی یه بویی داره پشت گل گلزاره از این به بعد خواهر من حالا که میدونم تو جمعه میام داماد گلم اینجاه داماد آره. گلم داره برای ما هر عکس روز من میگیره میام هر جمعه که تو اینجا تو رو با یه اینا چیزم طلا درست کن تو ندارم رو خدا یه چیزم درست کن من به خدا فندو حالش خوب نبود اصلا روحیه نداشتم جمعه دلم میره می‌خواست. جمعه اگه جایی میشه آره از من جمعه ها میام نمیذارم این تنها بمونه با من با اینا تنها نمیذاره حالا با یه دسر بیا من بتونم تحملت کنم باشه چشم آخه بچه ها جوجاق نه خلی باش اینا رو من صابون اشتباهی کردم که نعنا رو ندارم این نداره اون باشه تر خوشمزه تره به این صورت که میبینی قشنگ مامان لیک کرده ببین یاریده بشه یارده چه گیر کرده بچه مقدارش زیاد بود بقیه‌شو مامان گذاشت اونجا ماما مگه نمیار نیست میارن دیگه آره گردی همه تمیزه آره چیز نشه استخون نه سخنم بدارم اون واسه اونم بکنم همینقدر دستمون ها بس دختر آره تو این کمه خیلی آره
الان گردوی میسابم بچه ها. اون زمان خوب نیست. خدا شاید اون زمان ما با دست میسابیدیم 2 کیلو 3 کیلو گردو رو با دست میسابیدیم. الان دیگه اینجوری الان بچه ها همه میروسری ایت دیگه تو عرب سیمین بخشش رو سریع درست کنه. یعنی من نبودم که بخواستم کار بکنم. خب الان اینه من این با دیگه همون آره. کونیشه بده من بکنم. همونیم بازم بدم تو این کونیشه چه برداشتی؟ نه آره من میگه بزنیم کنی بادم جان برای غم خیلی خوبه. من بس بیا بخور. نه من بادمجون میخوام سردرد میگیرم. آخه میگیرم نه تاثیر میگه داره. کنی بادم جون دم بیاری. دم بیاری. آره دم بیاری. خیلی این من کونیش پاسال بیشتر خیلی مزه خوردم. داره. نه من ولی روزوغال اصلا عالی. با چه بوی دودی میده. چه جاش مزه میده. خالی. ماما ایسه بده ماما. نه من یه دونه براش بذار بعدم قند میدم فقط بری بود. بدم. با دم بیاری گفت. سرار بخوره. دم بیاری. اینجا خوبه. دم باید. آره مگه ما آب نبود چوبی بده یکی. نه اینه نه که مثلا میخوایم ورقه درست آره، کنیم آره. اینجوری. ما همچین مانگو بالا نبود چانتا میگم خیلی بده خوبه. یکی دیگه. نه گفت باید دم بیاری اصلا نه فایده شما دم بخوریم بیاری. ما رو بگویم اما های الان واسه قند دیگه فایده نداره. میشه یکی دیگه بگیم درست ما بخوریم. آره میدونی فندقو داشتم میآوردم یه ذره برام سخت بود واسه همون کم چیز کردم. واقعا جای شما خالی. عادت که سر درد میگیره. آره خب این گردو هم مامان سابید بعدش هم این سیرا هم میذاریم بغلش که من زحمت بسابه. کشیدم اونا رو درست کردم. پوست کنده. الان همه بگم می‌خورن. سیر میخوای نه. بخوریم. آره گردو هم مامان بسابه. تو کار کباب گردو هم بخواد بیشتر باشه خوبه بچه این مقدار کامل چرا تقریبیه. اسمش کال کبابه؟ کل بودن قبلا؟ کل یه کال. این کال مزه کباب غذای. میگه کال کل کباب. کال کباب مزه آفرین. غذایی. چرا میگن کال کباب؟ چون همه چیزش کاله. نه بادم جون پختیه. از نظریه های سیمین استفاده خانم های کنید. عزیزم شما حرف این سیمین خانم رو گوش ندید. سیمین خانم شیطونه شیطون ولی خیلی دختر با محبتی هست ولی شیطونه. هست. ولی خب میخوام مثلا میگم مثلا آمین ما علیزاده نیست میگم مثلا قبلا علیزاده خب حالا سیمین صدا صبح با هم میبره جنگ دو بگه تو چرا انقدر زای بر بودو در دیله انقدر زای. والا نه چی به یه موضوعی داشت به بابا میگو بابا ناراحت شده بود میگه تو چرا اینقدر بابا الان ناراحت میگه ما چرا اینقدر بچه آوردیم میگه نه زای کاینه چون خب ما همین پای 6 تا زای بردیم خلاصه که ایزا دی این مری زای بابر. اگه شرایط بود الان میآوردم خیلی زای دوست دارم. مامان واقعا ولی آره سیمین جون من بازم میگم تو این ویدیو بچه ها همیشه پیاماتون رو براشون میخونم. دستشون در نکنه. آره سیمین جونم تو آره. چیز هستن یوتیوب هست ولی به عنوان دنبال کننده کانال نداره. فکر کردم تو کانال داری به من گفتن که بگو ما بیایم حمایت کنیم. نه کانال آشپزی ندارن. بعد خیلی هم میگفتن چقدر خوبه تو بیای کانال بزنی کاروبارت میگیره منو دک میکنن دوستان. خودش شرایطشو نداره و یعنی اگر میتونست خب عالی میشه. سیمین یه دونه سیرقلی خوب درست میکنه یه دونه کوکو نه بغیر من ندیدم. آخه دیگه همین دوتا رو دوست داره من همین دوتا رو درست میکنم دیگه سلطان کوکوی خاورمیانه. آفرین عاشقتم عادل واقعا عاشقتم و اینکه عادل فقط منو میتونه درک کنه. سیمین یکی از دوستام گفتش که کوکو میخوای مثلا وانره چون آموزش کوکو رو دیده بود و همونجا هم کامنت گذاشته بود گفتش که سیب زمینی و پختی میتونی بذاری روی بخاری اون آبش خوش بشه. آفرین آبش خوش بشه یا تو سولاردان بپزی آره. بدون آب که بدن وا نمیره مثلا میدونم به راست میگه پخته میشه بعضی ولی وقتا چیز آره بچه سر کوکو امتحان من کنم. درست میکنم این دفعه به شما آموزش بدهی اصلا نه وا میره نه هیچی خیلی تمیز پس من به برمیگرده. مامانم رفتم خدا حالا خدا ببخشید صابخونه منو بیامرزه همیشه گفت عروس تو کوکوی خودی درست میکنی. آقا چرا هیچ وقت تو خونه تو درست نمیگردی به چرا ما میدادی نمی‌کردن؟ به ما شما میدادی کوچولو بودی کی درست کوچولو نه می‌کرده؟ بزرگ بودیم حتی میگم بزرگ بودی شما دیگه ما رو دی من اگه این کارو با اصلا تو نمی‌کرد تو الان یه آشپز خوب در میومدی پس بگو ما رو سر کار میذاری به ما من که یادمه حالا تو رو نمیدونم من یادمه همیشه به ما چون تو خوب برمیگردونی تو درست کن نه میدونی خودش من دیگه چون من کوکو چند جور درست میکنم. یه دونه برگسی میزدن یه دونه کوکو رو
اشبال کوکو اونو بهش اشبال میگم ماما. نه برگسی خالی برگسی یه دونه شیفید میریزم خیلی خوشمزه میشه. بچه ما خیلی کوکو داریم. کوکوی نخود فرنگی، کوکوی سیب زمینی پخته، کوکوی رنده‌ای، پشم نخود. بعد پشم نخود. آفرین. اون چه چیزیه؟ پشم نخود همون سویاه. آها سویا. پشم نخود سویاه، واقعا پوست کندنش هم خیلی سخته. یه کوکویی که قلق داره وگرنه خیلی خوش میشه. بعد کوکوی باقالی، از این باقالی هایی که باقالی پلو درست میکنن، اون نه باقالی پلو، باقالی پلو اون ترشو بخواین کوکو درست کنین داغ اصلا خیلی خوشمزه است. و اینکه خیلی کوکو ما زیاد داریم. هر چیزی که نمیتونیم باش غذا درست کنیم کوکو درست کنین. آره واقعا. ما خونه کوکوی برنج درست میکرد مامان واسه ما. چی؟ کوکوی برنج. کوکوی برنج. آره اونم هست. چجوریه؟ من یه بار خوردم. من یه روز بیام خودش دوست دارم. الان مادرت بازم درست میکنه من بیام. بگم بایم چی بود؟ برم من آره چرا که نه. کرد کشید نگو بایم بود. آره ما من برم یه کوکوی برنج رو نخوردم. اون استانبولی هم درست میکنه کوک. اونم خوش کوکوی اون استانبولی. خوردم ولی کوکوی برنج رو تا حالا خدایی نخورده بودم. الان اولین بار سیر شنیدم. بنایی. برنج بچا سیرم له می‌کنی. آره. من درست کردم. من این همه بادمجون درست کردم 10 بار کی نگفتم. اونجا باد زد کباب زد. عادل یه لنگم بالا. ما همون لحظه داشتیم انجام میدادیم همین که دیگه ویدیو تماشا کنیم عادل تو بیا ما میریم بالا. ما بریم بالا چی بگم من داشتم خونه تمیز میکردم. ایوان جارو میکردم. آفرین. فشارم میفته. خب بچا این بادمجون رو ببین ریزید اینجوری خوبه خورد کنم. آره. کم کم این بادمجون رو میریزیم. بعد من به جای رب انار سس انار همونطور که قبلا گفتم درست کردم گذاشته بودم تو فریزر یکم آب شده. یه چند قاشق هم اون رو مثلا اضافه ببین کنم. اینم یه دونه همه را به هم میزنم یه دونه چی میگه تو بریز همه را. آره موضوع دست آره اول یه ذره زیاد نریز که طعمش مثلا ترش زیاد نشه. شاید همون چیزش خوب باشه. تستر. شاید دیگه آب انار رو نخواد میگم اون سسش هم غلیظه. عادل من تو یکم فلفل بزن. غلیظه و تو نگیرم که بدین ابو گدن یه چی. فلفل بزن. سایز فلفل بزن. اینم باید بریزیم که مامان نگفت نداره. یکم فلفل نمک نه چون بسه. آره بسه. نمک داره. یکم این آره خشک بارد نکن. خشک کم. نه یک کم کن. کم بس تلخ خب دیگه حالا اگه خواستین آب انارم بریزین من میگم ولی سس چون غلیظه شاید دیگه بچه‌ها نیاز این نباشه. خوردن یه مزه میده جای شما خیلی خالی. واقعا کنار جای غذا، همه دوستان آره. همه دوستان مثلا ترشیجات چجوری ترشی کنار غذا یا مخلفات اینم دقیقاً همون. آفرین. میگه اینو ببین این تستر رو ببین خیلی عالی بود. بچه این رب انار ستاره عالیه. سس انار. ببین رب انار خب این باید بپزه اونقدر بپزه آره. سفت آره. بشه. این آب اناره دونه اناره من میذارم اول یه کوچولو بپزه بدون که آب انار اضافه توش. کنم. آره میذارم یه کوچولو بپزه نرم که شد از صافی رد میکنم حساسشو جدا میکنم بعد میشه این. بی‌نظیره به نظرم خیلی عالیه. به نظر منم اون خوبه. حالا مثلا دیگه نیازی به آب انار نه. حالا مامان دوست داشت یکم آب انارم میگه. یه ذره دکنه یه بدن ذره. به هم بزن. آره. یه ذره دکنه. و اونو با مراقبت کنید که این نریزه پایین. این چیزش شیشه‌ش یه جوری. خب اینو بذار همین بذار. قشنگ اینو مخلوطش میکنیم. بچه‌ها ببین بچه‌ها ببین بیا جلو. خیلی خوشمزه. بچه‌ها ببین خانمای عزیز خیلی خوشمزه. خانمای اینقدر محترم. میگیم بنده خدا با دلشون خودمون آدم تمش میاد. آره. نگو. ولی خدایی مزهش خیلی. خیلی خوبه. جای سید خانم جای دوستان آشنا همه خالی. تو که برمیش دست داری. بخور یه ذره. سسش اونقدر زیاده بدن طعمش متوجه نمیشی. ببین حسیمی میگه ببین همه چیزش نمکش اینا عالیه. والا ترشیسه. خیلی ما اونقدر ترش نیست. خیلی یه ذره اون سس دکنه. توشی تو ترش داری. من اصلا برای من فرق نمیکنه. شما هر چقدر من می‌خواید. واقعاً بی‌نظیره. اون حدود دکنی. نه مامان نه جای زیاد بشه اونو برام بذار ولی میکنم. تو نمک هم نداره به نظر من. ولی خب چون از یه مامان ذره مامان ما چون شما فشار نمی‌دونم داره. خب بسته بس. خب اونو برای من دکنه میشه میاد. فرما دید بدکنه. شو صداری که جواب دکنه. نه بذار اینو درست کن. حالا درست آره کن. آره.
خب بعد ما همین یک ذره همینجا تست میکنیم. چرا عادل نه. یه روز بده عادل بخوره. خب میخوره همینجا. همینجوری هم بخوری سردرد میگیری یا آره، اونجوری جدیدن بخوری؟ کلا بادیم جون کلا میخورم سردرد میگیرم ولی دوست دارم میخورم. دوست داری ولی اذیت من میشی. اوجا دوست دارم مر سردرد گیره شاهی فوری مر سردرد گیره. الان مثلا اینو یه ذره بیشتر میکنیم ما میزنیم اونو نمکش هم یه ذره باشه. آره میگم کمه میخوای بریزم اینو تری شما ری دوگونی زا بخورید. پرتقال من باعث سردرد میشه. پرتقال نمکش کمه از اینا بریزم. نه بس. دوستان عزیزم امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید، درستش کنید. همونطور که میدونم که شما عاشق مامان و سیمینید، سعی کردم این ویدیوها رو با مامان و سیمین بگیرم تا جایی که بتونم و باشن حتما سعی میکنم که اشتراکی ویدیو بگیرم که شما هم لذت ببرید، چون هم مامان رو خیلی دوست دارید هم سیمینو. اکرم هم که جاش خالیه واقعا. خداوند نشونه دوست بداره به حق علی. هر کس دوست داره خداوند نشونه دوست بداره به حق فاطمه زهرا. ولی انا شمری آماده کردیم انشالله که قسمت شما بی به ایران باید خلاصه شما را بیدینیم اما شما ری چه کنیم. آره انشالله بیتری معبود شما ری بکنیم. اینم از کال کباب خوشمزه ما. موادش خیلی چیزای در دسترسیه. حالا بعضیا میگم شاید اون چوچاق و نعنا که نعنا هست، چوچاق و خالباش آره شاید نباشه، ولی اکثرا خوش شدهشو از ایران میبرن درست میکنن. اگر تونستید حتما درست کنید. من و سیمین قراره داخل نمیار اگر چیزی موند بخوریم. نمیار قرار من بخورم. با تو زفا بر خودم بریزیم. من فکرم وش زر الان دعوای سر این که کجا بخوریم. ولی بچه تو این اینقدر موقع مثلا که درست میکردن و قدیمی ها توش پلو میریختن و با پلو قاطی میکردن میخوردن و واقعا هم خوشمزه بود. انشالله که این برنامه رو دیده باشین، خوشتون اومده باشه، شرایطش رو داشته باشین، درست کنین، خودتون بخورین و لذتش رو ببرین، ستاره جون ما رو حمایت کنین. ما هم خیلی خوشحالیم که شما ما رو نگاه میکنین و لذت میبرین. شمی دست نکنه. یک دنیا از شما ممنونم که ستاره حمایت کنی. واقعا ستاره خیلی غصه بخورده. برنامه وایسا نشتیم اینستا نشتیم زای خیلی غصه بخوره. انشالله که شمی دست نکنه. هرچی خیلی خداوند شما را فده. اول تن سالم دل خوش شمی خانواده مره میسر ستاره حمایت کنی. شمی دست نکنه. می آقا دلم خیلی پسر خوبی است. می داماد خیلی زای خوبی است. خیلی هنرم داره ولی خب متاسفانه کار زیاد خوب نیست. انشالله که هرچه قصی پستی خواستیم بگید. دامادم پشتتونه. بچه‌ها مرسی که همراه ما بودید. اگر تا الان کانالمون رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید و نظراتتون هم کامنت بذارید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.